بودم. از هنری کی بود؟ با گوشم بگو. با هیچ کمی بگو. نمیتونم گفتم. بسیار مشهور است. خیلی؟ از این برنامه برایم باز مرا ترور میکنه. هنوز آماده ازدواج نیستم. من گفتم من میخوایم دوستای خودت داشته باشم. من گفتم اما قفس طلایی را که بر من میسازی به من اصلا جذاب نیست. چیش پسندت نیومد؟ بسیار تو کنترلگر به نظر رسید. همخوانی هم نکردید؟ منظور تنید نه خیر نه. اسمش نمیخوای بگی؟ نباید این چیزها رو تعریف میکردم، گفتنش خوب نیست. روز اوله غوغا کردی به مله. درود گرم چو بوی خوش عاشقانه به همه همزبانانی که در هر گوشه دنیا هستند، تاجیک ها، افغان ها، ایرانی های نازنین، درود به همه شما، به تک تکتون. ناگفته هاست و امروز یک مهمان فوق العاده داریم. مهمان ما از خوارج تشریف آورده به تاجیکستان. باران آریا، خواننده جوان و خیلی خوش صدای افغان تبار اروپا. درود باران جان. تشکر بسیار زیاد. خیلی خوشحال هستم که شما را از نزدیک میبینم و تشکر از این که بر من افتخار دادین که امروز مهمان برنامه شما باشم و سلام میکنم از طریق برنامه شما و تمام فارسی زبانان و تاجیکای عزیز همچنان. باران جان، باری اول است که به تاجیکستان میایین؟ دفعه اول است. ولی تاجیکستان رو چطور پذیرفتی؟ باور کنین که فکر نمی‌کردم که قدر از اینجا خوشم بیایم و بسیار پشیمان هستم که زودتر به اینجا نامدم، چون من نرمال بسیار ایران سفر میکنم. اگر میفهمیدم که از اینجا قدر زیاد خوشم میاد حتما زودتر اینجا میامدم. قبل هیچ نامی دیگری نداشتین؟ نه خیر نه. من فکر کردم که باران اسم هنری تون است. نه خیر نه. باران اسم هنری مام است، اسم اصلی مام است، اما یک نام دیگم دارم. چی؟ که او هم نام اصلیم است و هیچ کسی او را به اون نام مرا دیگه صدا نمیکنه. چی نام است؟ من میخوام بفهمم. حدس بزنین. حدس بزنم. حدس زدنش بسیار مشکل است، اما چی فکر میکنین مثلا چی باشه؟ اسم گل است، رستنی است، درخت است؟ نه، یک چیزی که خواهش انسان میباشن. خواهش انسان میباشه. بسیار سورپرایز میشین. آرزو. آرزو؟ دقیقاً؟ بله. نام اصلی ما خب نام اصلیم آرزو است، اما نام روی پاسپورت و شناسنامه و تمام مدرکایم نخنه باران است. باران است. دیگه در خانه نرمال قبلا مرا آرزو خطاب میکردن، اما خب حالا تقریبا یک 14-15 سال میشه که هیچ کس مرا آرزو نمیگم، فقط بعضی کسا. ولی آرزو ما هم نامه، مثل منم آرزوست. نه ولی جالب است که آرزو در اینجا نام بچه است نه؟ بله. اما در افغانستان و در ایران نام دختر می باشن. اگر دختر آرزو نامگذاری کنن در تاجیکستان، باز واژه گل بسته میشه به واژه آرزو، یعنی آرزو گل. بسیار خوب. دختر است. اما من میدونم که در ایران و افغانستان خانم آرزو نام دارن. بله. در اینجا هم فارس زبانا محافل و مجالس شعر تشکیل میکردیم. بعد مجری ها که افغان یا ایرانی بودن میگفتن که حالا سخن به فلان کس پیشکش میشود، سر منبر می آمدن و حرف میزدن. بعد وقتی که نامی من نوشته میشد اونا فکر میکردن که خانم است، میگفتن که حالا برای استیج دعوت میکنیم خانم آرزو را. من بالا میگفتم که خانم نه، آقا فقط اشتباه میگرفتن. ما تقریبا یک چند سال قبل بود که برنامه شما را دیدم در یوتیوب، اما تو تصادفاً باز با من بسیار جالب تمام شد که نام شما آرزو بود. البته شما آرزو نوشته میکنین، ما آرزو نوشته میکنیم. آرزو. یا دیگه، ولی خب نام مقبول است.
چی زنانه چی مردانه بسیار نام مقبول داریم بله. دقیقا. برون جان میخوام قصه ای از افغانستان رفتنتان رو در میان بگذارید. در چه حال و هوا بودید؟ خب درباره از این مسئله خیلی چیزی گفتن نمیتونم، اگر منظور تا این باشه که فامیلم چی رقم از افغانستان به ایران رفتن، به خاطر که اون وقت من هنوز تولد نشده بودم. من در ایران تولد شدم. فامیل من در وقت جنگا از کابل به مزار، پل خمری، شهرهای مختلف زیاد سفر کردن تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتن به ایران مهاجرت کنن و من در اونجا پیدا شدم. دیگه در ایران زندگی کردم، در اونجا تقریبا بزرگ شدم و باز ما دوباره رفتیم افغانستان. وقتی که من 15 ساله بودم رفتیم افغانستان، تقریبا 1.5 سال، حدوداً 2 سال در اونجا زندگی کردیم و بعد از اون دیگه مهاجر شدیم دوباره به کشورهای اروپایی. تقریبا در تمام زندگی من مهاجر بودیم. این رقمی براتون میگم. از ایران چرا خارج شدن؟ از ایران راستش بخواین در اون وقتا دیگه بسیار یک کمک کار ایران یعنی حکومت ایران افغانای ما را آزار میدادن. در قسمت تحصیلات بسیار مشکلات خلق میکردن، ممانعه بود دیگه. مثلا بعضی وقتا اینم تو سیزنایی بود که افغانا رو دیپورت میکردن. فامیلا بسیار نگران بچهای خود میشدن، نگران مردای فامیل میشدن که زیادتر در بیرون میگشتن و کار میکردن. از اون خاطر دیگه ما تصمیم گرفتیم که بریم افغانستان. البته نه به خاطر دیپورتیشن، یک دلیل دیگه هم داشت که خوش داشتیم که ادامه تحصیل بتیم. در مدارس چی مشکل داشتن مهاجرای افغانی که در خاک ایران بودن؟ در مدارس خب راستش بخواین اونجا هر 6 ماه باید کارت اقامت تا تمدید میکردی، هم پول ازت میگرفتن هم باید تمدید میشد و ما امو کارتای خودم گم کرده بودیم در اسباب کشی. از اون خاطر اپلای کردیم دوباره، اما بر ما ندادن اون کارتا را و در مکتب بسیار همیشه آزار میدادن، میگفتن کارتایتان چی شد، چرا کارتن آوردین. از اون خاطر او رو که یک دفعه گم میکردین دیگه بر شما دادن نمیشد، دوباره نمیدادن. نخنی دیگه و مردم نمیتونستن دانشگاه برن، اکثر افغانای ما، و ما میخواستیم که ادامه تحصیل بتیم ولی خب متاسفانه نمیشد. چی خاطره روشن باقی ماند از ایران؟ از ایران راستش بخواین من ایران بسیار دوست دارم. من احساس میکنم که هم ایران وطنم است هم افغانستان وطنم است، اما نه در ایران پذیرفته شدیم هم تاجیکستان. امیدوار هستم که اینجا حداقل متعلق به اینجا بتونم شده، چون که نه ایران مرا به عنوان شهروند خود قبول کرد نه افغانستان. به خاطر از اینکه وقتی که در ایران بودیم همیشه میگفتن افغان هستین، یا مثلا یک ایده‌ای داشتم که شاید یک روز به کشور خود برگردم افغانستان و در اونجا بتونم احساس تعلق بکنم. اما وقتی که افغانستان رفتیم چون لهجه ایرانی داشتیم همگی میگفتن ایرانی دیگه متاسفانه از اونجا بر من یک از اونجا مانده و از اینجا رانده. دقیقاً امو ذهنیتم دیگه بیخی از بین رفت و حیران ماندم خدایا ما افغان هستیم یا ایرانی از اون خاطر دیگه جای تاسف است. ولی من هم ایران دوست دارم هم افغانستان هم تاجیکستان. بله، ولی حرفی خیلی قشنگ، حرفی خیلی مهم گفتین که من افغان هستم یا ایرانی و این شیوه رقم زدن انسان ها خیلی اشتباه است. خطاست افغان، ایرانی، تاجیکستانی، نه، اینجوری رقم زدن اصلا خطاست. با معیار انسانی رقم بزنین، 100%. با معیاری نه ایرانی و نه افغانی، بلکه با معیار انسانی رقم زدن واجب است. 100%. باران جان، اروپا چی؟ در اروپا پذیرفتن؟ بعد از یک مدتی که در اونجا آدم زندگی میکنم و شما شهروندی هم تعلق میگیره و شما تمام حقوق یک انسان تعلق میگیرم، اما متاسفانه که من هیچ وقت احساس تعلق نه به نروژ پیدا کردم نه به جرمنی که فعلا اونجا زندگی میکنم. احساس میکنم که هیچ وقتی از اونجا بودن نمیتونیم به اون شکلی که آدم یعنی
با او احساسی را که میتونه در مقابل وطن خود داشته باشه. متاسفانه برون جان مطمئنم که در تاجیکستان چیزی که میخواهید پیدا میکنید. امید دارم و قسمی که گفتم اگر شرایط یاری کنه ما پلان دارم که خب خیلی دوست داشتم که در افغانستان زندگی کنم ولی فعلا مساعد نیست، ممکن نیست. اما اگر ایران آزاد شوه احتمال داره که برم ایران زندگی کنم. اگر نشه دیگه مرا شما باید با عنوان شهروند تاجیکستان قبول کنین. قبول است. اما خوبیش این است که در تاجیکستان احساس غربت نمیتونین داشته باشین. بله. چون اینجا همه با همین زبان حرف میزنن. ما هم زبانیم و هم خونیم. 100% همگی ما از یک نژاد هستیم بدون شک. بله. بران مرور کردم از پیج شما در اینستاگرام. اونجا نمیدونم در کدام یک برنامه بحث سری جامعه می رود که جامعه مرد سالار است. یعنی مردها تصمیم میگیرند، مردها فرمان میدهند، مردها زندگی میسازند و زن میماند در یک انزوای خاموش. گفتگویی که شما داشتین بوی فمینیسم میکرد. اولتر از همه ما به هیچ عنوان فمینیست نیستم. ما یعنی مشکلی با فمینیست ندارم ولی فمینیست نیستم به خاطر از اینکه به این باور هستم که مرد و زن برابر نیست. در افغانستان؟ در هیچ جای دنیا به نظر من، حتی در نروژ، در هیچ جای دنیا مرد و زن برابر بودن نمیتونه. ما از لحاظ فیزیکی با هم تفاوت داریم، از لحاظ فکری، افکار ما، ذهن ما، مغز ما نه اما از لحاظ زندگی، از لحاظ قانون‌های زندگی، حقوق‌هایی که داده می‌شود به مرد و زن هم که اگر بخواین حساب بکنین نخواین در هیچ جای دنیا حقوق مرد با زن برابر نیست. بارون جان میگن که در اروپا و امریکا زن و مرد برابر است، حقوق‌هاشون نخیر نیست. حتی من براتون با جرئت گفتم میتونم که در نروژ که یکی از فمینیست ترین کشور دنیاست حقوق مرد همیشه بلندتر است. مثلا شما ممکن است که یک خانم باشین و دقیقاً اونمو کوالیتی ها، اونمو کوالیفیکیشن ها رو داشته باشین برابر یک مرد، اما وقتی که در یک سمت کار میکنین حقوق یک مرد از شما بالاتر است. منظورم همون پولی که دریافت میکنن. مرد قوی تر است از لحاظ فیزیکی، از خیلی لحاظ ها. بله. و مرد همیشه از نظر شخصی من جسارت نمی کنم که بگویم نظر دیگر غلط است، ولی مرد همیشه حمایت کننده است. مرد همیشه یعنی در یک پوزیشن بسیار قوی تر می باشه از یک زن. پس من فمینیست نیستم. به این باور هستم که زن باید زن باشه و مرد باید مرد باشه. حاضر با این حرفا فمینیستا به خشم آمدن. فمینیستا حاضر میبینن نه خب چرا ما باید در کار خداوند مداخله بکنیم؟ خداوند زن و مرد متفاوت آفریدن از هر لحاظ. اونجا در اون صحبت گفته شد که در ممالک مشرق به ویژه در افغانستان وقتی که دختر نامزد می شود قبل از عروسیش بالاخره به سازش نمیآیند و از هم جدا میشوند، بعد نامزد شدن بدنام میشوند. این صحبت خودم بود. بله. امی روابط پیش از ازدواج را خب طبیعتا در فرهنگ ما نیست، قبول نداریم، ولی در عین حال وقتی که فامیلا با هم صحبت میکنن، در مصلحت میکنن که دو جوان با هم باشن، یعنی آشنایی پیدا کنن، نامزاد شوند و زندگی بکنن، در آینده ازدواج بکنن. اما متاسفانه در اینمی شناخت، در دوره شناختی که اینا با هم هستن، اگر تصمیم بگیرن جدا شوند باز همون دختر نام زده میشه، باز همون دختر نامش بد میشه، میگن که یک نامزاد تیر کردن. اما بیاین سر این مسئله ژرفتر حرف میزنیم. این بدنامی را کی به سر او دختر میاره؟ بدنامی رو همین مردم خودمون و شما. این بدنامی ها و این حرف و غیبت که اطراف نام یک دختر پیدا می شود از طرف کی شروع می شود؟ در این بدنامی ها قوم خیش مردا یا زنا، در این بدنامی ها زنا هم حصه دارن؟
همیشه هم خانم و هم آقایان متاسفانه. ولی چرا بیشتر مردا را گناهگار میکنن؟ در مسائل غیبت و بدنامسازی یک دختر شاید زنا هم تا اندازه چند فیصده که شاید حصه هم دارن، چون با همش غیبت میکنن. من ایرا برای دادرم در مقام یک زن در آینده دیده نمیتونم، یا من ایرا به عنوان یک همسری پسرم دیده نمیتونم و بالاخره تصمیم گیرنده در هر خواستگاری هایی که هست مادران نیستن. دقیقاً همون توی یک گپ هست و متاسفانه که در جامعه ما درباره تاجیکستان زیاد صحبتی کردن نمیتونم، به خاطر از اینکه با فرهنگ از اینجا کامل آشنایی ندارم با فرهنگ امروزش، یعنی چیزی که در جامعه از اینجا اتفاق میفته. اما در افغانستان حتی زنها را سرکوب میکنن. حتی زنها در اکثر موارد کسایی هستند که یعنی از همجنس خود حمایت نمیکنن. قسمی که شما گفتین امی غیبت ها همیشه از بین خانم ها شروع میشه و بسیاری وقت متاسفانه هم توی یک گپ هست. برای زن زندگی در کجای این دنیا راحت تر است؟ من از تجربه شخصی خود براتون بگویم، به نظر من زن بودن در تمام دنیا بسیار مشکل است. در تمام دنیا. در ممالک که یک کمک بار محروم تر می باشن، خب طبیعتاً از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آزادی، از لحاظ آزادی فکری، آزادی عمل، آزادی کار کردن، خانم‌ها همیشه مشکلات را می داشته باشن. در ممالکی که آزادتر یعنی هستن که خانم‌ها شاغل می باشن در بیرون، در اونجا پرابلم های دیگه می داشته باشن که من مطمئن هستم تمام خانم‌های مستقلی که شاید آل صحبت های من رو می بینن این رو درک میکنن که من چی میگم. خیلی نمیخوایم که در اون قضیه گپ برم به خاطر که فکر میکنم شاید مناسب نباشه، ولی در تمام دنیا زن بودن بسیار مشکل است. برون جان، جای دیگر گفتی که تنهایی خوبتر است از آن که با یک نفر ناکس، یک نفر که ارزنده نیست زندگی بکن. اما تو یک دفعه گفتیم ولی اما زنی تنها از نظر جامعه چی زن است؟ در جایی که من زندگی میکنم بسیار یک گپ نرمال است، اما هنوزم به اینمی عقیده هستم، چون من براتون با جرأت گفتم میتونم که از طفولیت من بسیار تنها بودم، بسیار زیاد، چون مادرم هم کار میکرد، پدرم هم کار میکرد، برادرم هم کار میکردن دیگه، همشیریم بیرون میرفت، درس میرفت، کلاس میرفت و من همیشه در یک خانه خالی از خواب بیدار میشدم با وجود که شاید مثلا 4-5 ساله بودم دیگه. تا اینم روز من تنها زندگی میکنم، یعنی برای من تنها بودن یک چیز کاملا نرمال است. با کی و با چی همدم بودی در این تنهایی؟ با خود. کتاب، شعر، ترانه، غزل، چی؟ من خیلی زیاد کتابای انگیزشی میخواندم، کتابای روانشناسی زیاد مطالعه میکردم دیگه. شعر راستش بخواین اونقدر زیاد علاقه‌مندی نداشتم با وجود که خودم آوازخوانم هستم، ولی خب زیادتر همین کتابای معلوماتی رو زیادتر خوش داشتم. روانشناسی با چه خاطر؟ نقشه داشتی در آینده؟ فقط درباره روان انسان بسیار کنجکاو هستم. از اون خاطر از طفولیت بسیار کنجکاو بودم، بسیار سوالات داشتم. چرا؟ به خاطر که در جامعه‌ای که زندگی می‌کردیم همیشه می‌دیدم یک تعداد برخوردایی از نظرم اوکی نبود و یا سوال بر من خلق می‌کرد که چرا مثلا اینمی انسان، اینمی رفتار و اینمی کاراکتر از خود نشان میده. یک مثال بزنید. مثلا امی کسایی که بسیار مثلا خشن می باشن، مردم آزار میتن، باعث آزار دیگران میشن، مثلا امی انسانای خودشیفته. خب در جوامع ما بسیار تعدادشون زیاد است. خودشیفته شما متوجه میشین صحبت من؟ خودشیفته، نارسیسیست، یا خودخواه، اگوئیست. خودخواه، اگوئیست در حدی که باعث آزار و رنجش دیگران میشن و او هم از قصد دیگه.
تعداد چنین اشخاصی خب طبیعتاً در زندگی ما هم زیاد بود، در اطراف ما هم زیاد بود. از همون خاطر یعنی همیشه بر من جای سوال بود که چرا باید انسان ها تا این اندازه خودخواه باشن، چرا مثلا تا این اندازه باید دیگر آزار باشن. دیگه برون جان ببین، از روی علم روانشناسی میگن که خودخواهی و نارسیسیسم چیزی خوبی نیست، اگوئیسم چیزی خوبی نیست، اما باز میگن که انسان باید اگو داشته باشد، یعنی خودش باید بهای ارزنده به خودش داده تواند. 100%. و من اینجا نمیدونم که کدام سمت ما باید. یک توازن به کار است، یعنی باید در هر چیزی انسان کوشش بکنه که یک حد میانه را انتخاب توازن بکنه. خراب نشد. دقیقاً، که یعنی در حدی نباشه که دیگه انقدر فقط خود ببینی که دیگران از پیش چشمت محو شوند. به نظر من در هر چیزی، در دوست داشتن خب طبیعتا انسان تا خود دوست نداشته باشن نمیتونه معنای واقعی عشق بفهمه، همینطور است یا نه؟ بله. دیگه خود دوستی، خود پسندی، از خود راضی بودن، اینا چیزای بد نیست در صورتی که یک حد توازنی را آدم بتونه حفظ بکنه. در عرصه روانشناسی به کجاها رسیدی؟ به خود رسیدم. در مقام یک روانشناس کار کردی؟ نه. من تحصیلات روانشناسی ندارم که سوء تفاهم نشه. خودآموزی کردی؟ بله. خودآموزی کردی؟ خودآموزی و کنجکاوی بسیار زیاد. خیلی خوش دارم بفهمم که حتی من روان پزشکی زیاد مطالعه کردم. یعنی بیماری های روانی که باید انسان تحت درمان مدیکامنت و دوا باشه، شیزوفرنی یا این چیزا، تمام از این چیزا را من خیلی علاقه‌مندی دارم و خیلی کنجکاوی دارم دربارش. چرا نرفتی به رشته تیپ؟ به خاطر که عشق من موسیقی است. نمیتونم که اقدر یعنی فوکس سنگین داشته باشم. چطور عشق تو موسیقی است؟ گفتی که با شعر و ترانه توجه نداشتی در اول. نه، به موسیقی علاقه داشتم ولی او رقمی نه که مثلا من بخوایم شعرهای بسیار ثقیل بخوانم. خب طبیعتا آهنگ بسیار زیاد میشنیدم و همچنان زیاد میشنوم. دیگه خودم بعضی وقت یگان ترانه نوشته میکنم، در بعضی از آهنگام خودم ترانه گفتیم، اما متاسفانه شعرهایی که خیلی سنگین باشه خب طبیعتا در حال حاضر برای نسل ما شاید اونقدر زیاد یعنی قابل درک نباشه. یا کاری پرستاری انجام دادی؟ طبیعتا انجام دادم یک مدتی، ولی خب چی کاری بود پرستاری؟ راستش نگهبانی از کی؟ از آدمای مریض؟ از مریضا، مثلا از در کل فضا رو من زیاد دوست نداشتم راستش بخواین، به خاطر که من یک انسان بسیار احساساتی هستم، بسیار زود احساسات من میرنجم. چند سال کار کردی در؟ به سال نرسید اصلا. و بعد از زمان هم تصمیم گرفتم که یعنی واقعیت پشیمان شدم از اینکه چرا وقت خود قدر صرف کردم دورا، چون میتونستم اونمو تلاشه من در رشته موسیقی بکنم، زودتر مثلا وارد دنیای موسیقی شم، زودتر کار جدی من شروع بکنم، ولی خب متاسفانه اتفاقی است که افتادم. گفتی که پیش وقت گوش میدادی به آهنگای؟ من از طفولیت بسیار خواندن انگلیسی میشنیدم. بله، مادونا میشنیدم، بریتنی اسپیرز میشنیدم، مایکل جکسون میشنیدم، دیگه انریکه میشنیدم و از هنرمندای ایرانی خانم گوگوش بسیار زیاد میشنیدم، آهنگای رپ خیلی زیاد میشنیدم و در وقتی که من تینیجر بودم در ایران رپ بسیار مد بود. اما در بین تمام از این سبک‌های مختلف من عاشق آواز خانم گوگوش شدم و از اونجا دیگه داستان زندگیم تغییر کرد. بله. از خواننده‌های افغان چی؟ از خواننده‌های افغان من خانم آریانا سعیده بسیار سرش افتخار میکنم و به نظر من افتخار تمام افغان‌ها و حتی فارسی زبان‌ها باید باشن. فرهاد دریا را بسیار زیاد دوست دارم، آهنگاشونم و دیگه تمام هنرمندان جوان، هنرمندای پیشکسوت، تمامشون سرشون افتخار میکنم، چون میفهمم که پیش بردن هنر کار آسان نیست
و اوریانا هم زیاد میاد تاجیکستان. بله خیلی دوست دارن اوریانا را در تاجیکستان. فرهادی دریا را همچنین. برون جان، گفتی که پشیمان شدی از اینکه در رشته روانشناسی وقتی خود را ضایع کردی. روانشناسی نه، پرستاری پشیمان شدی؟ پشیمان به این خاطر شدم که به نظر من ضرور نیست که وقتی که ما مسیر زندگی ما در ذهن ما مشخص هست، ضرور نیست که خدا در چند مثلا راه دیگه یعنی تقسیم بکنیم. متوجه هستین؟ بله. از همون خاطر من میتونستم که در چند راه قسمت کردی خود را؟ من خب روانشناسی، پرستاری، با چی کاری بود که خود قسمت کردی؟ دیگه هنر، من از طفولیت بسیار علاقه داشتم به رسامی کردن، بسیار رسامی میکردم. منم رسامم. بسیار عالی. رسم میکش. باز من بر شما نشان میدم بعضی از کارهای خودم. دیگه از شما رو میبینم طبیعتاً. و دیگه خب من از سن بسیار کم تصمیم خودم گرفته بودم، خوش داشتم که هنرمند باشم، خوش داشتم که بخوانم. از 14 سالگی دیگه تکلیفم با خودم معلوم بود، یعنی میفهمیدم که چی میخوایم. پس یعنی امی که بخوایم کار دیگر تجربه کنم و او حدی که مثلا برم تحصیلات کنم و چند سال وقت و زندگی و عمر خود بانم، به نظر من اون ضرور نبود. چرا توجه کردی به ترانه‌های تاجیکی که با شیوه تاجیکی سروده شدن؟ من در پیج شما دیدم که با شیوه تاجیکی خیلی جذاب و جالب سرودید چند ترانه را. خب راستش بخواین کردیتش میره به زین شمس الدین که از ارنجرهای بسیار موفق کشور تاجیکستان هستن. اینا چند سال پیش بر ما پیشنهاد کردن، گفتن که باران جان، گفتن بیا آهنگای تاجیکی بخوان. گفتن که دخترای تاجیک تمامشان آهنگای افغانی میخوانن، اما تا حال هیچ کدام دختر افغان آهنگ تاجیکی نخوانده. و من قبول کردم، گفتم اوکی. و خودشان آهنگا رو پیشنهاد کردن و گفتن که اگر شبه که اینی سه آهنگ با هم میکس بکنیم. در گویش و شیوه گفتار تاجیکی مشکل پیدا نشد؟ من کدام تفاوت احساس نکردم، راستش بخواین خیلی تفاوت نداشت. شیوه تاجیکی در گوش شما چگونه میشینه؟ بسیار شیرین، بسیار مقبول. اما خب طبیعتاً خیلی زیاد به نظر من تفاوتی نداره. صرف امو چی میگن؟ امو نحوه خواندنش یک کمی فرق داره، اما زبان یک زبان است. زبان یک زبان است. 100%. در این سرکو که چکر میزنین با مردم جای در مارکت یا جای دیگر گفتگو میکنین، میفهمین یک دیگر؟ اگر خیلی تیز گپ بزنن متاسفانه بعضی لغات هست بهشون میره و بعضی وقتا کلمات روسی استفاده میکنن که من متوجه نمیشم متاسفانه. ولی اگر فارسی تاجیکی صحبت کنن کاملا تمامش متوجه میشم. ببین باران جان، با این تجربه هایی که داشتی در عرصه روانشناسی و در عرصه پرستاری و در عرصه اجتماع حتی، چرا یک بانوی سیاسی نشدی که در مسائل سیاسی از نام زنهای افغان حرف بزنی، حرف زنهای افغان به منبرها ببری؟ راستش بخواین این سوال خیلی کسا از من پرسان کردن و بر من میگن شخصیت سیاستمدارا وارست. بله. یعنی میگن به مو اندازه جدی بودم میتونی، ولی من سیاست خوش ندارم. چرا؟ خیلی زیاد، چون خیلی زیاد سر در نمیارم و قسمی که گفتم با روحیاتم سازگار نیست. من خیلی صافتر از اون چیزی هستم که به نظر میرسم. تجربه که نکردی، از کجا میدونی که با روحیاتت سازگار نیست؟ خب اگر تجربه میکردی و بعد میفهمیدی مثل پرستاری که تجربه کردی بعد گفتی که با روحیاتم سازگار نیست، پشیمان شدی. یک چند سال دیگه سیاست رو دنبال کنم باز پس میم در سن و سال 50-60 سالگی پس در هنرمندی نخیر. راستش بخواین در اینجا یک باریکی وجود داره. در کشور ما افغانستان زن بودن خودش
خواه نخواه یک بچه سیاسی برای یک خانم میته، به خاطر از اینکه به خاطر هر کوچکترین حق و حقوق باید بسیار جنگید، به خاطر یعنی هر چیزی باید بسیار یعنی استراتژی های مختلف استفاده کنه یک خانم که بتونه یک جایگاه برای خودش کسب بکنه، یک مقام داشته باشه، یک احترام داشته باشه. اگر یک خانم مستقل باشه، فعال باشه در کدام رشته‌ای، باید بسیار با سیاست باشه که بتونه حرمت در بین مردم پیدا بکنه. از اون خاطر دیگه فکر میکنم که امی زن بودن ما خودش یک مبارزه است، یک سیاست است و دیگه ضرورت به این نیست که آدم زیادتر تو مستقیم خود سیاسی بسازه. در جاهای بدبختی است حتی زن بودن، در حال و هوایی که حالا زنهای افغان دارن در افغانستان. چون یک ویدیو دیدم در کدام از همین سوشال میدیا، ویدیو دیدم یک دختر است از زن بودنش دست کشید، موهاش کوتاه کرد، چون فرزند اولی فامیلشان بود، موهاش کوتاه کرد، پیراهنی بله نور احمد بله نور احمد. چقدر درد داشت قصه به حد نوریه. واقعیت بسیار متاثر کننده است و من خیلی ناراحت میشم وقتی که چون چیزایی را میبینم که چرا یک طفل 10 ساله که باید دغدغه از او بازی کردن باشه، دغدغه از او باید مکتب رفتن باشه، تایم سپری کردن همراه دوستاش باشه، چرا باید در تو یک شرایط قرار بگیره که از مقام جندریش دست بکشه؟ دقیقاً از یک خانم خود تبدیل، از یک دختر خانم خود تبدیل به یک آقا پسر بکنه و بره در دل جامعه صرف و دغدغه‌اش نمی باشه که شکم خود و فامیل خود سر بکنه. این واقعیت جای بدبختی است. و شما گفتین که چرا درباره حقوق خانم‌ها صحبت نمی‌کنین؟ باور کنین که ضرورت به صحبت نداره. در حال حاضر شیوه زندگی ما، رشته‌ای که انتخاب کردیم، اینا تمامش بخواین نخواین این حمایت از زن نشان میده، حمایت از انتخابای یک زن نشان میده. و من مطمئن هستم که چون بر من دختر خانم‌ها مسیج زیاد میکنن، من مطمئن هستم که کسایی که میبینن شیوه زندگی مرا، امی برشان یک چی میگن، یک دریچه‌ای از امید به طرف از اونا باز میشه و طبیعتاً دریچه به سوی آزادی، به سوی از این که من هم یک دختری بودم از اونمو افغانستان، از دل جامعه. من از اروپا به افغانستان نرفته بودم که هنرمند شوم، من از دل خود اونمو جامعه برآمدم و میخواستم که هنرمند شوم و خدا را 1000 مرتبه شکر که تقریباً به چند فیصدی از آرزوهای خود رسیدیم. و من مطمئن هستم که اینمی بسیار انگیزه میته برای خیلی از دختر خانم‌ها، بتونم 1% برای از اونا امید ببخشم در زندگیشان. اینمی برای ما بزرگترین دستاورد است در زندگیم. بوران جان، هر اندیشه‌ای که در ذهن شما خطور میکند راجع به زنای افغان، راجع به آزادی زنای افغان، شما میتونید توسط ترانه‌هاتون پیشکش کنید. 100%. یک مسئله دیگه که هست، من همیشه در برنامه صحبت میکنم راجع به خانم‌های افغانستان. بخوایم نخوایم واقعیت جامعه ماست، بخوایم نخوایم در هر برنامه یاد میشه. بله. محرومیت زنای ما یاد میشه، جفاهایی که در حقشان میشه یاد میشه و متاسفانه مملکت ما را هر بحثی که درباره مملکت ما باشه پر از درد است، پر از محرومیت است، پر از ناامیدی است. متاسفانه این دردها را آریانا سعید در یک ترانه این عکاس کرد. خیلی زیبا. 100%. این قبیل ترانه ها در فهرست ترانه هاتون هست؟ برای حقوق خانوما؟ بله. فعلا نه. تصمیم داری؟
حتی بر من چندین سال پیشم پیشنهاد کردن آقای شهرام فرشید که آهنگساز خود خانم آریانا سعید بودن که برایشان 2-3 خواندنی که برای حقوق خانم‌ها خواندن پیشکش کردن، یعنی پیشنهاد کردن، همکاری کردن همراهشان. خانم آریانا سعید مدافع حقوق خانم‌ها هستن، برای خانم‌ها سرود میخوانن. اما خب من با وجود از اینکه با این باور هستم که خانم‌های ما قشر محروم افغانستان هستن، اما در عین حال احساس میکنم که اگر بخوایم سرودی بخوانم که از درد مردمم باشه، من ترجیح میدم که درباره طفلای افغانستان بخوانم، چون هیچ کسی راجع به از اونا نخوندم. بله امید دارم که یگان تا آیدی من دوستی نکنه. دقیقاً. چون یک فقط شما زود از پای عملی کردن ایدیا بشین. حالا ما در زمان زندگی میکنم که حرف از لب آدم میاد بیرون میدوزن. چون این گفت قبلا دزدای ذهنی خیلی زیادن، دزدای مالی ذهنی خیلی زیادن. 100%. دیگه من ترجیح میتونم که درباره اطفال بخوانم، به خاطر که اونمو طفل است که اقدر محرومیت تیر میکنه تا یک سن و سال میرسه. اگر پرورش درست نداشته باشه نمیتونه از حق خود دفاع کنه. اگر محرومیت دیده باشه متاسفانه در آینده نمیتونه یک زندگی خوب تجربه بکنه. امی تجربیات تلخ دوره طفولیتش همیشه مثل یک سایه وحشتناک در بالای سرش می باشه. قصه ها راجع به افغانستان قدیمی خیلی زیاد است که افغانستان آزاد بود، زنها آزاد بودن در تدریس و در تعلیم و در همه کار. این قصه ها به گوشت رسیدن؟ بسیار کم راستش بخواین. شنیدیم که میگن، خب بعضی تصویرهاش هم دیدیم. باور کردنی نیست یا نه؟ نه خیلی. اینقدر یک عقبگرد بزرگ هنوز هم در ذهن من هم میگنجه. باور کنین و اینجای تاسف است متاسفانه. اصلا برخی از افغانستان شناسان در بخش افغانستان میگن که اینطوری نیست، زنای افغان در خانه میشینن مثل یک سلطان، زن سلطانند، از همه حقوقها بهره‌ورند، در خانه خود سلطانند، ملکه اون خاندان هستند و همه نازی اونا را، همه خواهشای اونا را مرداشان با زحمات و با عرق جبین برآورده میکنند. این راست است؟ خب در این شکی نیست که بعضی خانم‌ها خوش دارن که در خانه بشینن، آسوده باشن، تحت حمایت همسر خود باشن، برشان یعنی همه چیز فراهم شود. ولی خب یک تعداد خیلی زیادی هم هستن که خوش دارن که مستقل باشن و من مطمئن هستم که شاید تعداد کسایی که این روش را ترجیح میدن خیلی زیادتر از خانمایی است که میخوان در خانه بشینن. پس ما گفتن نمیتونیم که یعنی اون شرایطی که برای یک خانم ممکن است بسیار سلطانانه باشه، شاید برای یک خانم دیگه که آزادی را خوش داره، استقلال خوش داره، تحصیلات خوش داره سر پای خود استاد شوه، برای از او شاید مثل یک زندان باشه. همون قصر و همون سمت سلطان بودن شاید برای اونمو خانم دیگه یک زندان باشه. یعنی برای اونها باید شانس انتخاب بدن که چی را انتخاب میکنن. 100%. هر کسی میتونه با مو روشی که خودش احساس میکنه که قلب از او خوش میشه، خود با عنوان یک انسان راضی احساس میکنه از زندگی خود، به نظر من باید اونمو شرایط یعنی بتن برام و انسانم. برون جان میدونم تا هنوز ازدواج نکردی. نه خیلی. مجردی. اما نامزد شدی؟ هیچ وقت. نامزد نداشتی؟ نه خیلی. هیچ وقت. هیچ پیشنهاد از هیچ سمتی، از هیچ سوی نشد؟ پیشنهاد زیاد بودن. از شعرهای هنری؟ از هنریان بودم. فارسی زبان؟ فارسی زبانم بودم. از هنری کی بود؟ با گوشم بگو. با هیچ کلمی؟ نمیتونم گفتم. بسیار مشهور است. خیلی؟ کنجکاو شدم. مرا میکشم. از این برنامه برایم باز مرا ترور میکنه.
سالمند است یا جوان؟ نه خیر نه جوان هم جوان ها بسیار بودن ولی طبیعتا خب یک سالمند برای من پیشنهاد نمیکنم. اصلا معمولا این یک ترند از سالمندا دخترای جوان هم میخوان. طبعا خب ولی خب انسان باید یکم واقع گرام باشه خب طبیعتا و دخترها هم هستن که به خاطر سرمایه راضی میشون. احتمال داره. ولی خب متاسفانه خیلی کسا ما دیدیم که چرا نپذیرفتی پیشنهاد هنرمندی خیلی نامدار و مشهور رو؟ ازدواج نیستم. هنوز آماده چیش ازدواج گفتی نیستم. بعد چیش گفتی؟ بله؟ پیشنهاد داد بعد چیش گفتی؟ چطوری رد کردی؟ هیچ گفتم نمیتونم. گفت که برات کار هنری تا پیش میبرم، زندگی تا برات پیش میبرم، برات منیجمنت کارای تا میکنم دیگه تمام امکانات برات فراهم میسازم، اما حق نداری از خود دوست داشته باشی، حق نداری از خود هیچ کار دیگه در اختیار خود نیست. گفت تو میخوای هنرمند باشی میتونی موفق ترین هنرمند باشی اما در اینی چارچوب. من گفتم اما قفس طلایی را که بر من میسازی و من اصلا جذاب نیست. من خوش دارم راحت و آزاد باشم. زن نداشت؟ دوستای خودت داشته باشم. او بچه زن نداشت؟ نه. من گفتم من میخوایم دوستای خودت داشته باشم، خودم انتخاب کنم کجا میرم کجا نمیرم، خودم روابط من سرش کنترل داشته باشم. و به نظر من ببینین اصلا لازم نیست که انسان ها همدیگر کنترل بکنن. او هنرمند عاشق بود؟ نمیفهمم. حس میکردی که عاشق بود یا نه؟ خب راستش بخوای خیلی زیاد روابط نزدیک نداشتم امروز که امی حسه بکنم. یک پیشنهاد بود. لااقل به خاطر ثابت کردن احساسات عاشقانش اصلا هدیه زیاد فراهم هدیه می آورد. اصلا اگر هدیه یا می آوردن مطمئن باشین که من قبول نمیکردم، چون وقتی که به نظر من وقتی که ما تکلیف ما مشخص است و یک انسان نمیخوایم ضرور نیست که هدیه‌اش هم قبول بکنیم، به خاطر که این باز امید میتبر از اون نفر که حتما این راضی است. یک موضوع رو براتون بگم، این خیلی بحث جالبی است. اول این موضوع رو میبندیم برون جان. چیش پسندت نیامد؟ امی که خیلی بخوای قوانین بانه که نه ظاهرش خوبه. پس چیش پسندت نیامد؟ بسیار تو کنترلگر به نظر رسید. یا ابیوز. و برای یک انسانی که ابیوز بود. نه اتو نبود که من همراه از او در یک رابطه بودم، اصلا اتو نبود. ابیوزر نبود. از بار اولی که من اینا رو دیدم اینا به من همین پیشنهادات دادن. من میخوایم که همسرت باشم، همه چیزام برات فراهم میکنم. من گفتم اوکی بسیار پیشنهاد جذابی است. گفتم که میبینیم و گفتم خب بالاخره ما هم یک روز بعد ازدواج بکنم. دفعه دوم که صحبت کردیم این شرایط بر من شرح دادن و من همون وقت برشان گفتم که نخیر نه. گفتم که ماما پیشنهادت خیلی جذاب بود اما شرایطش جذاب نیست. این که من یعنی حق داشتن دوستهای خدا نداشته باشم این بر من اصلا قابل قبول نیست. من انسان آزاد هستم و خودم همینقدر تفکر و همینقدر عقل دارم که انسانهای درست انتخاب بکنم. تا اینم روزا من دوستای خیلی زیادی ندارم ولی دوستایی که دارم واقعا سرشون افتخار میکنم. همگیشون انسانای بسیار خوب هستن. و کسی که به طرف مقابل میگه که ای تو باید باشه، ای تو باید باشه، ای تو باید باشه، باید بدونه که او طرف مقابل هم ای تو باید باشه ها دارد. هر کس قاعده و قانون و روش و سبک و استایل خدا داره در زندگی. بله. تمام شد. همخوانی هم نکردید. منظور تنیم نخیر نه. به هر حال اسمش
نه نمیخوای بگی؟ نباید این چیزها رو تعریف میکردم، گفتنش خوب نیست و هیچ وقت در این موضوع حرف نزده بودی با روزنامه‌نگارا؟ نه خیر، اصلا لازم نمیبینم، به خاطر که پرایوسی از اونا بر من مهم است، پرایوسی خودم یعنی بر مهم است. اما این موضوع را من بر شما به خاطر از این گفتم که متاسفانه خیلی از افغانای ما فکر میکنن چون من مثلا در صنعت هنر هستم، شاید مثلا دیگه کسی مرا به عنوان همسری خود نخواهد قبول بکنم. اما خیلی کسا بر من نوشتن میکنن، مثلا میگن که ایرا کی میگیره، اما خداوند شاهد است اصلا جای غرور نیست، اصلا جای افتخار کردن نیست. اما خیلی کسا نوشتن میکنن و خیلی کسا با قلب پاک هم نوشتن میکنن، میگن این حرفای زشته که میکرند در اون پایین ها صدمه روانی نمیدهد؟ راست بگویم بله. ما خب طبیعتا قبلا خیلی کمتر نوشته میشد بر من این مسائل، ولی اخیراً خیلی زیاد کامنت های منفی میایم. یک مدتی احساس کردم که یک حجم خیلی 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 سنگینی از پیام های منفی و کامنت های منفی به طرفم آمد. یک مدت زمان کوتاه، 1-2 ماه 3 ماه. استرس گرفتی؟ بسیار استرس گرفتم. شاید گفتنش خوبم نباشم، ولی استرس هم گرفتم، خیلی ناراحت هم شدم. ولی در تمام، یعنی در دل تمام از این ناراحتی ها مسیج هایی از مردم گرفتم که واقعیت پر از عشق، پر از محبت، پر از عاطفه، پر از درک و شعور. و از همون خاطر یک رقم به خود آمدم گفتم که باران جان، من همیشه همراه خود صحبت میکنم، گفتم باران جان، گفتم که ایراد چرا نمیبینی که یارا میبینی؟ ولی از لحاظ این اعتماد و سواری که داری هیچ با یک آدمی آسیب پذیر مانند نیستی؟ نیستم؟ نه میفهمم اما هستم. گفتم براتون ما روحیم خیلی لطیفتر از چیزی است که ظاهرم است. باور کنید من ممکن است که یک ویدیویی در اینستاگرام ببینم و ساعتها حتی روزها بشینم گریان کنم به خاطر اونمو یک ویدیو. من یک بار یک تفلک دیدم که در سرما استاد بود، بسیار لباس نرمال، یعنی لباس تابستانی در جانش بود، یک تیشرت عادی و بوت نداشته پای خود و در سرما استاد بود، میلرزید. خداوند شاهد است که من 3 روز گریان میکردم. یعنی هر دفعه که در یادم میامد میگفتم که خدایا چرا باید این رقمی باشه که من در یک خانه گرم و نرم شیشتیم و از طریق سوشال میدیا یک کسی را که در این سن و سال حتی نمیفهمه که مثلا دنیا از چی قرار است، اما با این حال بازم باید قدر یک، یعنی سرنوشت باید قدر روی خشن خود برازی تفلک نشان بده. یه چیزایی است که من در تنهایی خود دربارش خیلی زیاد فکر میکنم، به اینکه چرا مثلا عدالت برقرار نیست در دنیا، چرا بعضی کسا قدر محروم هستن. دیگه همیشه کوشش میکنم اصلا شبکه‌های خبری را دنبال نکنم، اخبار دنیا مرا بسیار میرنجانم. من خیلی باید از خود محافظت کنم تا ای که بتونم این بارانی که آل اینجا نشسته باشم. بله باران، رنگی چشمات خیلی قشنگه. لطف دارین. این لنزای آرایشی است یا لنزای طبی است؟ لنزای طبی است. بله، بجای عینک. بجای عینک؟ بله. دور خوب نمیبینم، نزدیک خوب میبینم. دور خوب نمیبینم، نزدیک خوب میبینم. از طفولیت بود این؟ نه، از فکر میکنم شاید از طفولیت بود. عینک نگرفتی هیچ وقت؟ نه اصلا عینک خوش ندارم. اصلا پیش دکترم نمیرفتم تا که در نروژ معلم رانندگی من مجبور ساخت. به خاطر که همیشه بر من میگفت رانندگی تا پلان کن، مثلا وقتی که نام لوحه رو میبینی این طرف دور بخور، چون برای من میگفت فلانه جای برو، من باید خودم میرفتم اونجا بدون از اینکه بگه چپ یا راست. دیگه من چون از دور نمیدیدم لوحه را، وقتی که خیلی خطر داره. اونجا که نزدیک میشم یک دفعه داون میخوردم.
چون نزدیک که میشدم نو میفهمیدم که من باید دو بخورم. الان خوب دیگه میبینی؟ الان خوب میبینم. باز معلم من متوجه شد که چشمای من ضعیف است، باز من رو دست گرفته پیش دکتر برد. گفت که تو باید آینک بگیری. چند سال است که راننده ای؟ از سال 2016 اوایل 2016. چی نوعی ماشین داری؟ ماشین من فورد است. فورد؟ بله. خیلی عالی است. یا فورد این تمام امریکایی است. بسیار یک موتور خوب است، بسیار مقبول است. یک ترانه دارید در یوتیوب هست، جلوبل. بله. آدما اطراف این ترانه حرفای زیاد زدن، سر و صدا زیاد شد که این ترانه مالی باران نیست و باز گفتن که باران این مالی خود گفته است. حقیقت کجاست؟ حقیقت اینجاست که من این ترانه را یک کسی بر من پیشنهاد کرد، ای آهنگ از من است، گفتن ای آهنگ بخوان. گفتن هم ترانهش از من است هم کمپوزیشنش. خب من قبول کردم و مبلغ برای از اینا پرداخت کردم، حق و زحمشان دادم و بسیار تشکری هم کردم و ما ای آهنگ ساختیم، ای آهنگ ویدیو کردیم، نشر کردیم و امی که نشر شد من دیدم که یک تعداد شروع کردن بر من بسیار در کامنت ها چیزای منفی نوشته کردن که تو چرا نام فلانی رو در کمپوز زدی، کمپوز از فلانی است و همون صاحب کمپوز، این کمپوز از من است، چرا نام من رو نزدی. به بسیار زشتی و بی احترامی متاسفانه بعضیشان در کامنت ها، چون اگر می آمدن با یک لحن بهتر میگفتن باران جان فکر میکنم غلط فهمی شده، این کمپوز مثلا از فلانی است یا از من است یا حالا از هر کسی دیگه. اما خب کاری بود که شده بود، یعنی آهنگ آلردی نشر شده بود. اما یک تعدادی باز میگن که این آهنگ فولک است، در صورتی که فولک نیست. بله این آهنگ ما نام وحید عمر صدیقی را نوشته کردم، چون شخصی بود که من خریدم ازشان این آهنگ. ولی من نمیفهمیدم که کمپوز مال دیگه کس است، اما آهنگ به دست نشر به هیچ عنوان پیش از اینکه من این آهنگ به بازار عرضه کردم سپردن نشده بود، نه ویدیوش نه آدیوش. اولین کسی که این آهنگ در بازار کشید من بودم. آدم میتونه گفته که آهنگ از من است، درست است، چون اولین کسی که این آهنگ به مارکت معرفی کرد من بودم. متاسفانه دیگه یک تعداد میگن آهنگ فولک است، در صورتی که ما با او تعداد انسان هر باری که گفتیم به ما ثابت بکنین، بر ما یک ویدیو نشان بدین، لینک شپارتین، یک لینک بر ما بفرستین که من ببینم این آهنگ پیش از ای که من نشر کردیم نشر شده. اما همیشه میگن که اوکی باز بر روان میکنم و من فکر میکنم که این ادعاهایی که میشه تا وقتی که ثابت نشه نادرست است و من فکر میکنم که چون من خب یک هنرمند به اصطلاح نوکار هستم، اونقدر سابقه کار نیستم، شاید بعضیا نمیخواین قبول بکنن، خصوصا که یک خانم هستم، نمیخواین قبول بکنن که یک آهنگی که مثلا ما به بازار عرضه کردیم میتونه قدر خوب باشه و به دل مردم بشینه، به دل مردم چنگ بزنه. امروز روز اول غوغا کردی به مله، از او بالا میای کوچه به چلو بله. باران جان، فرهاد دریا سراینده که ما هممون دوستش میداریم این ترانه رو اجرا کرد. این اتفاق چگونه افتاد؟ راستش خب اولتر از همه خب این باعث افتخارم است و من به عنوان یک هنرمند جوان به خود میبالم که آقای دریا آهنگ مرا اجرا کردن، بر من افتخار بخشیدن، یعنی این بر من یک دستاورد بسیار بزرگ تلقی میشه. اما خب یک گلگی بسیار کوچک دارم که خیلی دوست داشتم یک بار یاد هم میکردن به عنوان یک تشویق. بله. که من فکر میکنم که شاید خانمای افغان که من مطمئن هستم آقای دریا ایره خیلی بیشتر از همگی درک میکنن که با بسیار مشکلات در مارکت موسیقی میاین و دست نوازش کشیدن بر سر اونا یک کمک باره شاید یعنی
خالی از لطف نباشه، جای دور نره و شاید اما قدر مستحق قضی باشیم ما دیگه. با این حال باز هم من ازشان قلباً تشکری میکنم که توجه کردن به ترانه من، به آهنگ من. و خب برای شما معلوم است، شاید معلوم باشه که کسایی که در هنر موسیقی هستن هر ترانه از اونا مثل یک فرزندشان است و بر من کردیت بتن نتن، امی که به ترانه من، به آهنگ من توجه کردن، این بر من یک دنیاست. باران جان مستحقی. دقیقاً اگر فرهاد دریا هم نباشد، هر کدوم یک آوازخوانی اگر ترانه کسی را میخواند حتما باید به نظر من که نام ببرند. خیلی هنرمندای دیگه همچنان آهنگ اجرا کردن. ببین ایرانی ها ترانه هایی که 50 سال پیش انشا شدن، وقتی که روی استیج میان و ترانه خوانی میکنن، ترانه های 60 سال 50 سال پیش انشا شدگی را میگن که آهنگش مال کیست، شعرش مال کیست تا هنوز. همین رفتار در بین افغان و تاجیکان نیست. جای تأسف است. جای تأسف است به خاطر از اینکه میخونن نمیگن. میخونن اصلا نمیگن. یادم هست یک میوزیک ویدیو تهیه کرد، پرویز، میشناسید شما پرویز؟ همین پرویز اشورزاده، هنرمند، پرودیوسر نامداری تاجیک تهیه کردن، ادیت کردن. نامی پردازگر میکاپ نوشتن، نامی کسی که یک ایزار یا کرتا دخته است نوشتن، نامی آهنگساز ننوشتن، نامی شاعر ننوشتن که آهنگساز آقای دوران بود، دوران رحمتزاد، شاعر من بودم. نامی پردازگر و ایزاردوز ننوشتن، نامی شاعر و آهنگساز ننوشتن. از نواربردار که یکی از نواربردارهای نمبر ونی رقم یکی تاجیکستان بود، اونم ننوشتن. اما نامی نفری که اون کلای نواربردار را برداشته میگرده، حسین، اونا نوشتن. خب من درباره از این مسئله اظهار نظر کردن نمیتونم، اما شاید اونا دلایل خود داشته باشن، اما بسیار پروفشنال هستن. فکر نمیکنم. برون جون ببخش، به خشم اومدم. به خاطر حفظ مال ذهنی. سرود ما مال ذهنی ما است، شعر ما مال ذهنی ما است. وقتی که مال ذهنی ما استفاده میشود، از ما نام برده نمیشود. من از طرف از اونا خشمگین میشم. شما عذرخواهی میکنم. معذرت. ولی خب دلیلش هم از اونا پرسان خواهد کردم، چون که ما همکاری با هم، یعنی همکاری ما جدیداً با هم آغاز میشه. یک چند پروژه است که روش کار میکنیم. حتما ازشون پرسان میکنم که چرا یک کار کردم. پرویزه بارون جان، چی نقشه ها، چی کارها رو در تاجیکستان میخواید انجام بدید؟ من نقشه های بسیار دارم. نقشه های خوب دارم. خب خیلی خوش دارم که فعالیت های هنری داشته باشم اینجا. قبلا نمیفهمیدم که شرایط به این اندازه مساعد است، اما حالا که آمدم، دفعه اول است که به تاجیکستان میام، دیدم که واقعیت یعنی میشه که آدم اینجا فعالیت بکنه. اینجا خیلی یعنی تفاوت با کشور عزیز خودمون افغانستان نداره، هم فرهنگ است، هم زبان است و مردم تاجیکستان به حد آهنگای افغانی را خوش دارن. بله. و ما شاهدش هستیم، میبینیم که خیلی از هنرمندای تاجیک آهنگای مرحوم احمدزایی را میخوانن، آهنگای افغانی را اجرا میکنن و بسیار هم زیبا اجرا میکنن. ما هم خوش دارم آهنگای تاجیکی بخوانم. خوش دارم که برای تاجیک ها برنامه داشته باشم، همراهشان همکاری زیادتر داشته باشم. با اینکه من همکاری زیادی هم داشتیم همراه ارنجرای تاجیک، همراه کسایی که کمپوز جور میکنن، دیگه میخوایم که همکاری ما بیشتر بکنم و امید به خدا که در آینده شما شاهدش خواهد بودیم. نمیخوام خداحافظی کنیم، میخوام که باز بعدها بعد یک سال یک بار لااقل بارون جان بیاید به برنامه ما، مهمانی برنامه ما بشود. با امید دیدار و در هر صورت خداحافظ. خدا نگهدار.